راجع به بحث سرمای پاییزی که سابقه در طول سالهای گذشته داشتیم، مشکل عدم تلقیح و عدم باروری داشتیم. به اتفاق آقای دکتر پرقهرمان به اصطلاح از کودهای جدید به نام کایستید و سولفید آمونیوم در 2 مرحله استفاده کردیم با برنامه ثابت کودی پایه‌ای که قبلا خودمون داشتیم. خوشبختانه امروز سر نشا 35 روز هستش. بعد همونطور که مشاهدین وضعیت تراکم سبزینگی فوق‌العاده عالی هستش. به طور نسبی میشه عنوان کرد که حدود 10 تا 12 روز یا 15 روز هم شاید بشه گفت که ما مزرعه رو جلوتر بردیم. الان هم به اصطلاح مزرعه هم وارد فاز زایشی شدش و احتمالاً برای 10 تا 12 روز دیگه مرحله آبستنی و به اصطلاح مرحله سرکشتن داریم که این حاصل زحمات آقایان و شرکت کارنشینی هستش که ما از زحماتشون واقعا تمام تشکر و قدردانی داریم. ممنون آقای دکتر روانبود عزیز، پربرکت باشه ان شاء الله.